سلام دوستان، حمید رضا هستم. آموزش دیگه براتون دارم. سوال شده بود ازم که چجوری میتونم فارسی بنویسم توی آیپدم یا آیفونم. حالا بهتون یاد میدم چیکار بکنید. همونجوری که میدونید یا نمیدونید، آیفون و شرکت اپل ساپورت نمیکنه زبان فارسی رو. برای همین متاسفانه باید ما با کمک زبان عربی این کار رو تایپ بنویسیم. حالا سوالاتون پیش میاد که عربا که بنده خدا نمیتونن 4 تا حروف ما رو بنویسن، اونو چیکار کنیم؟ گچ پژ. آره، خب اونو چجوری بنویسیم؟ کاری نداره، اونم میریم توی ستینگ، جنرال، کیبورد رو پیدا میکنیم، میایم پایین اینترنشنال کیبوردز، اینجا اد نیو کیبورد رو میزنیم و این عربیک رو اضافه میکنیم. اضافه شد. حالا فقط قبل هم که بریم بهتون یاد دادم بگم که ادیت رو که بزنید میتونید اینجا دیلیتش کنید کیبوردی که نمیخواید، به همین سادگی و قشنگی. حالا ادش میکنم دوباره. خب ببخشید میلرزه، دارم با آیپد فیلم برداری میکنم بدون امکانات، برای این میچرخه. اینم که اینجا میبینید نور نیست، این گوشه لامپه. خب حالا عربی اضافه شد. میام توی سافاری میخوام تایپ بکنم تو گوگل. این پایین جایی که واسه کیبورد عوض کردن هستش، بیام زوم کنیم توش، کره زمینه بغل اسپیکر میکروفون میزنیم. خب میره تو کیبورد آیکونام، یه بار دیگه میزنم میاد تو این عربیک. خب میخوام یه چیزی بنویسم که عربا نمیتونن بنویسن، پدر. برای این کار روی ب تب میزنم، نگه میدارم، پ میاد. خب حالا ق اومد، این پ، این پ نه با اون کنه ب. خب پاکش میکنم، دوباره میزنم، نگه میدارم، میام رو بعدی، ولش میکنم رو پ. این مسیج فیسبوک این بابا هم حالا بهم مسیج میزنه. خب به همین راحتی. ببین گچ هم فکر کنم گرم اگه بخوام تایپ کنم، میام روی که، نگه میدارم، گ ظاهر میشه، میام روش و ولش میکنم. اینم گه. خب به همین راحتی شما میتونید الان تایپ کنید، چه آیفون چه آیپد، عربی رو اضافه کنید و توش با کلیک کردن روی کاراکتر، تپ کردن روی کاراکتر مورد نظرتون به اصطلاح نگه دارید، حروفایی که عربا نمیتونن بنویسن ظاهر میشه. امیدوارم لذت برده باشید. آموزش‌های بیشترم میذارم. فیسبوک هم یادتون نره، یوتیوب هم یادتون نره، دیگه چیزی هم یادتون رفت برام مسیج کنید. موفق باشید تا آموزش بعدی.